خورشت کرفسی که میخوام بهت یاد بدم خوشمزه ترین و متفاوت ترین خورشتیه که تا حالا خوردی. پس اول این پست رو سیو و لایک کن تا حتما درستش کنی. سلام به دوستای جذاب خودم. اول از همه بگم یکی از مهمترین تفاوت‌های این خورشت داشتن لوبیا چشم بلبلی و رب هست که خیلی طعمش رو لذیذتر کرده. در ابتدا گوشت رو با پیاز و فلفل کمی زردچوبه تفت میدیم. لوبیا چشم بلبلی رو نیم ساعت میپزیم و آبکش میکنیم. این کار رو انجام میدیم تا آب تیره رنگش بره. رب رو هم تفت میدیم و مقداری آب میریزیم برای 1 الی 2 ساعت تا گوشت نیم پز بشه. برگ‌ها و ساقه‌های نازک کرفس رو جدا میکنیم و کرفس رو خرد میکنیم و میشوریم و میذاریم تا آبش کامل بره. حالا برگ‌های تازه و سر حال کرفس رو ریز خورد میکنیم. من تو این خورشت از